جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه پیام‌های قرآنی خوش آمدید میگویم. باز هم پیامی از پیام‌های قرآنی است که الله سبحانه و تعالی میگوید که ای اهل ایمان، بترسید از خداوند و به همراه صادقین باشید. این آیه مبارکه در سوره توبه در آیه 119 الله سبحانه و تعالی این پیامر داره: در دنیا بعضی از انسانها سوال میکنن، احزاب زیاد هست، احزاب زیاده، فکرها زیاد هست، ما کجا بریم؟ با همراه کی بریم؟ دنبال کی بریم؟ و چی کسانی رو انتخاب بکنیم؟ الله سبحانه و تعالی این پیامر داره که ای انسان، ای اهل ایمان، ای مؤمنین، بترسید از الله سبحانه و تعالی و باشید، بروید در کنار کی؟ به همراه صادقین باشید تا صادق شوید. صادقین چی کسانی هستند؟ وقتی الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، صادقین چی کسانی هستند؟ رأس صادقین در بین بندگان الله سبحانه و تعالی خود نبی کریم صلی الله علیه و سلم. یعنی حتی قبل از بعثت به نام محمد صادق ملقب بودن و مشهور بودن. پس وقتی این آیه مبارکه میگه ای اهل ایمان شما از خدا بترسید، باشید به همراه صادقین، یعنی باشید در مکتب رسول صلی الله علیه و سلم و شاگردان این مکتب همه صادق هستند. بعد از نبی کریم صلی الله علیه و سلم میبینیم خلیفه مسلمین، خلیفه اول اسلام، سیدنا ابوبکر صدیق کل شاگردان مکتب اسلام، اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، اینها صادقین بودن. از کجا میدانیم؟ الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه در آیه 119 سوره توبه وقتی میگه شما باشید به همراه صادقین، این آیه در ادامه وصف اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هست. الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله سبحانه و تعالی بحث از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم داره، بحث از مهاجرین و انصار داره، بحث از شاگردان و تربیت یافتگان مکتب قرآن داره.
در ادامه میگه اگر میخواهید جز صادقین بشی دنبال اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بروید. فإن آمنوا بمثله ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر به راه صحابه رفتی هدایت میشی. اگر دنبال صحابه راه اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم نرفتید در جهل و گمراهی و خرافات خود میمونید. فإن تولوا فإنما هم فی شقاق. در همون پرتگاه و بدبختی ها و در اینها قرار دارید. در این آیه مبارکه جای تأمل هست به این که صدق لسان و صدق قلب وقتی یک جا شد، الله اکبر، بعد از این که لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین بیان میشه و علی الثلاثه الذین خلفوا، حتی او سه صحابه‌ای که آمدن اظهار کردن که یا رسول الله ما بدون عذر هیچ حرف نبود ولی ما غزوه ترک کردیم، الله سبحانه و تعالی توبه اونها را پذیرفت، اونها هم جز صادقین، اونها هم اسوه شدن، الگوه شدن برای هر انسانی که بخواد به راه صادقین بره. اسوه و الگوی شما و صحابه و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم هستند. وقتی زبان ما صادق شد به همراه قلب ما، اینجا مقام اسوه، به دیگران انسان اسوه میشه، به دیگران الگوه میشه. زبان صحابه و قلب صحابه هر دو یک جا صادق بودن. الله سبحانه و تعالی تا به قام قیامت میگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان بترسید از خدا، و کونوا مع الصادقین، از خدا بترسید به همراه صادقین باشید. اسوه و الگوی تو این صادقین هست. در رأس نبی کریم صلی الله علیه وسلم، بعد از نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاگردان مکتب رسالت، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر و هكذا کل صحابه، همه اینها به راه صحابه رفتی، اینجا تو میشی به همراه صادقین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند علیکم بالصدق، بر شما اینه که شما راستی را پیشه خود بسازید، شما راستگو شوید، شما جز صادقین شوید. فإن الصدق یهدی الی البر، وقتی صادق شدید این صداقت شما را میبرد، میکشاند به طرف نیکی ها. و ان البر یهدی الی الجنه، وقتی کارهای نیک را انجام دادید، کارهای نیک سبب میشه که شما به جنت داخل شوید. اهل صدق، اونهایی که صادق هستن، اونهایی که جز صادقین هستن، اونهایی که به راه صادقین میرن، نه تنها در دنیا خوشبخت، تعالی و ترقی نصیبشان میشود، بلکه در آخرت هم الله سبحانه و تعالی میفرمایه هذا یوم، امروز روزیه، ینفع الصادقین صدقهم، امروز روزیه که نفع میرسد برای صادقین صدق اونها، راستی اونها، صداقت اونها، راستگویی اونها. ادامه آیه میفرماید لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. الله اکبر، اینها برای صادقین وعده شده، جنات، باغهایی که جریان داره، از اون باغها نهرهای، جوهایی که تفاسیر این در قرآن وصف بهشت و جنت چقدر زیبا بیان شده، خالدین فیها ابدا، برای همیش. از همه مهمتر مدال و جایزه ممتاز و رأس همه برای صادقین اینه که رضی الله عنهم و رضوا عنه،
الله از صادقین راضی هست و صادقین از الله راضیان. ذلک الفوز العظیم، این فوز بزرگ است که رضایت الله به دست می آیه. به اینه که این پیامر قرآن داره که ای اهل ایمان کونوا مع الصادقین، باشید به همراه صادقین. هر روز من و شما هر روز چندین مرتبه وقتی به حضور پروردگار عالم استاده میشیم میگیم به نماز سوره فاتحه رو میخوانیم، لازم در نماز خوانده میشه. وقتی که در نماز خوانده میشه چی میگیم؟ بعد از حمد خدا چی میگیم؟ از خدا چی درخواست میکنیم؟ هر روز چندین مرتبه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ای الله ما را هدایت کن به راه راست. صراط الذین انعمت علیهم، برای او کسانی که نعمت دادی برای اونها. حالا اونها کیا هستن؟ هر روز شما از الله درخواست میکنید ای الله ما را هدایت کن به راه ببر که به اونهایی که نعمت دادی. تفسیر قرآن بالقرآن. این آیه را آیه دیگر در سوره نساء تفسیر میکنه الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. الله اکبر. هر روز در نماز استاد میشی که ای الله مرا به راه صادقین ببر، مرا به راه اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم ببر، به راه نبیین ببر. چون راه نبیین، راه صدیقین، راه شهدا، راه صالحین راه چی بود؟ توحید، یکتا پرستی بود. هر روز ای الله ای الله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که اونهایی که نعمت دادی کی بود؟ انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. صدیقین چی کسانی هستند؟ اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم. تا قام قیامت برای انسانهایی که بخواهن که فوز و فلاح و رستگاری نصیب اینا بشه باید که به راه اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم برن. بدون راه صحابه انسان صادق شده نمیتونه. بدون پیروی از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم انسان صدیق شده نمیتونه. چون الله میگه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، بترسید از خدا، متوجه باشید. و کونوا مع الصادقین، باشید به همراه انسانهای صادق، باشید به همراه انسانهای راستگو، باشید به همراه اونهایی که قلبشان زبانشان هر دو صادق هست. آیات زیاده داریم که الله سبحانه وتعالی وقتی میبینیم بیان میکنه که همانا مؤمنین چی کسانی هستن، مسلمین چی کسانی هستن، میگه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. الله سبحانه و تعالی از مردان صادق و از زنان صادق یاد میکنه و بعد میفرماید پاداش اینها چی هست؟ اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. آماده شده برای صادقین مغفرتی، آمرزش و اجر عظیم و بزرگی. پس سروران عزیز و بزرگوار باید که ما متوجه باشیم که اگر صادق نشدیم عکسش چی میشه؟ نعوذ بالله کاذب. اگر انسان کاذب شد خسر دنیا و الاخره میشه. صدق، صداقت، صادق بودن، همه اینها پیام قرآن هست. کسی که در مکتب قرآن تربیه بشه باید صادق باشه. کسی که بگه من امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم باید صادق باشه.
به بیع و شرا باید صادق باشه، به خرید و فروش صادق باشه، در اداره‌ای که کار میکنه باید صادق باشه، رئیس جمهور صادق باشه، وزیر صادق باشه. پس کار صدق و صداقت هر جا که مسلمان هست باید صادق باشه، باید راستگو باشه، باید که زبانش و قلبش هر دو صدق بگه. وقتی صدق گفتی، صداقت کار کردی، جز صادقین میشی و در حشر الله سبحانه و تعالی میگه اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. پروردگار عالم همه ما را در تمام امور زندگی صادق داشته باشد و ما را در حشر جزء صادقین محشور بداره. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به